در شهر و نویه‌های ولایت سوغد از جمله ناحیه ظفرآباد شدگاری زمین با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های ساحه با مرام ادامه دارد. طور اطلاع داده شد حالا در ناحیه زیاده از 400 عدد تکنیک‌های ساحه کشاورزی موجود است که قسم بیشتری آنها آماده کار میباشند. در وقت شدگار پیش از همه قاعده‌های اگروتکنیکی رعایت شده با استفاده از 15 عدد تکنیک‌های تسمه‌چرخ و دیگر تکنیک‌های شدگار کننده این تدبیر مهم اگروتکنیکی به طور شبانه و روزانه وسعت می‌یابد. دهقانان اصیل ناحیه خوب میدونند که شدگاری با صفت مصیف تیرمای زمستان عامل اساسی حاصل بلند زراعت ها است. در معرکه شدگاری میدان های کورم فعلا تمام تکنیک های شدگار کننده کشاورزی از جمله تراکتورهای تسمه‌چرخ وسیع استفاده گردیده سهمداران و دهقانان با استفاده از آب و هوای مساعد فعالیت خود را به طور شبانه روزی ادامه داده ایستادند. شدگاری زمین در ولایت سوغد طبق توصیه عالمان باید خوش‌صفت انجام داده شود تا آن تواند به نرمی زمین، نیز شدن حشرات ضرررسان و بلند گردیدن سطح حاصلناکی مساعدت نماید. باید ذکر نمود که کشاورزان ناحیه ظفرآباد در سمت رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی تجربه باید دارند و تلاش برانند که سال جاری با شدگاری زمین و کشت محصولات کشاورزی در رشد این ساحه سهم ارزنده گذارند. در شهر و ناحیه‌های کشاورزی مشاهده کرده می شود که دهقانان در برابر شدگار و تازه نمودن زمین از غوزه‌پایه اینچنین به مسئله یخابمانی و آب ذخیروی اعتباری خاصه می دهند. چون ناحیه ظفرآباد از قبیل نواحی کشاورزی محسوب می‌یابد، شدگاری سریع وقتی و با صفت زمین امکان خواهد داد تا حجم حاصلناکی افزایش یابد.